گزارش های نشر میشه در صفحات اجتماعی مبنی بر از اینکه نظام صحی و کادر درمان در ولایت پنجشیر به شدت با افت مواجه است. او هم همراه وزارت در جریان گذاشته شده، انشالله وعده حل داده شده. اینجا شفاخانه ولایتی رخ است. شماری از ماشین‌آلات دیجیتالی مدرن و کمیاب در منطقه را زیر کار گرفته است. 22 معاینه را اجرا میکنه. ما به فقدان کادر صحی، دکترها و متخصصین ولایت مواجه هستیم. عملیاتخانه ما چیزی که ضرورت است و شفاخانه ولایتی تجهیزاتش مکمل است. الحمدلله که اکمال پروسه صحی در ولایت پنجشیر بسیار به وجه احسن شده. ولایت پنجشیر مکانی در دل کوه‌های سر به فلک کشیده. مردمی که در گذشته سلامتشان قربانی نبود امکانات بود. حالا در ماه‌های گذشته برغم تلاش‌های مقام ولایت پنجشیر 31 مرکز صحی درمانی در نقاط مختلف این ولایت فعال شده است. اینجا شفاخانه ولایتی رخ است، جایی که چندی قبل به هدایت حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر و به همکاری مؤسسه به نام موف شماری از ماشین‌آلات دیجیتالی مدرن و کمیاب در منطقه را زیر کار گرفته است. ماشین‌های با سرعت، دقت و تشخیص دقیق که دستاورد بزرگی در عرصه ارائه خدمات در این ولایت است. دکتر عتیق الله قاطع مسئول تکنیکی دفتر ولایتی مؤسسه موف و مؤسسه حامی ارائه خدمات صحی در پنجشیر است. از او پرسیدم ارائه خدمات صحی در پنجشیر به کدام سطح رسیده است. مجموعاً در ولایت پنجشیر ما 31 تحصیل صحی یا کلینیکا داریم که در 3 لیول است. یکی دیچ است که نیم شفاخانه است که ما شما فعلا حضور داریم که دسترکت هاسپیتال است که یک شفاخانه است به این سطح و 2 چیز یا کلینیک صحی جامع است که در ولسوالی دره و ولسوالی خنج موقعیت داره و 8 بیچیز یا کلینیکای اساسی صحی است که در 8 نقطه دیگر پنجشیر قرار داره و در 20 کلینیک هم در جای مختلف دیگه پنجشیر قرار داره که به نام ساب سنتر است. یا کلینیکای صحی. هر 31 کلینیک پنجشیر فعلا فعال است و مصرف ارزی خدمات صحی هستند. بله. کارمندان در این بخش از کیفیت تشخیص و درمان میگویند. این ماشین ما که است مدت 4 الی 5 ماه میشه تقریبا که میگه بر ما یک ماشین 200 می اکسری آوردیم بر تشخیصیه. میگه سابقی بود یک تا ماشین چیز داشتیم ساده داشتیم، میگه او کارش هم جنجالی بود، دیگه بسیار اما تشخیص هم قدر درست نمیشد. دیگه تا وقتی گیر آورده سهولت زیاد شده است، دیگه اونا به مردم خدمت میشه در به چی میگن به سطح می در پروان و کاپیسا که همجوار است فعلا نیست یک ماشین. این ماشین که ظرفتی در همزمان با مقدار 20 میکرون خونه میگیره و 22 معاینه را اجرا میکنه. قبلا که استفاده میکنه از میتودهای گذشته مثلا که WBC، HB یا مثلا پلاتلیت، HCT چیزا را توسط ماشین ساده استفاده میکنیم کار میکنیم. دیگه حالا یکی از یک همزمان گفتم در 20 میکرون 22 معاینه را انجام میده. دیگه دقت زیاد بالاست و کیفیتش هم همزمان سرعتش هم در 10 دقیقه ما میتونیم یک 22 معاینه را اجرا کنیم. قبلا اینجا که بود هیچ معاینات نمیشد، فعلا 4 نوع معاینات اینجا انجام میشه که عبارت است از کووید 19، زردی سیاه، زردی سفید و HIV. البته به شکل مقداری یا توسط PCR کار انجام میشه. او ماشینری از یک است تقریبا ما 2 پای ماشین PCR داریم، دیگه ماشینری او بخش کلچر هم فعال میشه می روزای نزدیکا. دیگه لابراتوار سادان داریم، تقریبا $1 میلیون یا بیشتر از او این لابراتوار خارج شده.
اینجا از حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر پرسیدم که گزارش های نشر میشه در صفحات اجتماعی مبنی بر از که نظام صحی و کادر درمان در ولایت پنجشیر به شدت با افت مواجه است و ما با فقدان کادر صحی، دکترها و متخصصین در ولایت مواجه هستیم. چقدر این موضوع حقیقت داره از نظر شما؟ نسبت به سابقه و نسبت به نظام سابق اینجا نی دکتری متخصص بود و نی رسیدگی به دوا بود و نی رسیدگی به وسایل پیشرفته بود. الحمدلله که 80 تا 90% فرق کرده. دکترای متخصص در کل شفاخانه داریم. حتی در شفاخانه بسیار دوررس ما جراحای متخصص داریم که الحمدلله عملیات های بسیار پیشرفته صورت میگیره و الحمدلله که اکمال پروسی صحی در ولایت پنجشیر بسیار به وجه احسن شده و خدمات به وجه احسن و پیش میره انشاءالله. ماشینالاتی که امسال ما اکمال کردیم به شفاخانه های خود در ولایت های همجوار مثال همچو ماشینالاتی نیست که بسیار قیمت های عالی داشتن که مؤسسه قراردادی اونا به ولایت پنجشیر آوردن و امروز هم با مؤسسه قراردادی ما ملاقاتی داشتیم که اونا در عرصه اکمال شفاخانه ها کدام راپور را که پیش کردن الحمدلله که ما 5% کمبوتاتی اگر داشته باشیم دیگه 100% ما الحمدلله اکمال هستیم و هیچ نیازی به سطح ولایت پنجشیر در پروسی صحی نداریم. بله و در کل از نظر شما وضعیت مراکز صحی در ولسوالی های دوردست و چی در ولسوالی های دوردست به حکم جناب امیرالمؤمنین صاحب امسال به ولایت پنجشیر 3 شفاخانه DH منظور شده که او شفاخانه ها که عمل سر دیزاین و نقشه و سر اسکیج زمینش تقریبا تکمیل شده. با جور شدن شفاخانه ها 100% ولایت پنجشیر خودکفا می شود و فعلا هم در نقاط دوررس و در هر دره ما سب سنترها و کلینیک هایی داریم که نیاز مردم را الحمدلله برآورده ساخته و یگان 10 تا 15% مریض ما اگر به ولایت های همجوار یا مرکز برود دیگه 80-85% مریضای ما در خود ولایت الحمدلله شفاخانه هایی که عملیات خانه های بسیار پیشرفته داره مجهز با وسایل بسیار پیشرفته که الحمدلله از ولایت های همجوار هم اکثر مریضا به ولایت پنجشیر میاد و اینجا تداوی میشه. با منظور واکاوی بیشتر به ریاست صحت عامه ولایت پنجشیر رفتیم. دکتر حجت الله محمدی رئیس صحت عامه ولایت پنجشیر نیز از دستاوردهای 1 سال اخیر در نظام صحی این ولایت میگوید. در ولایت پنجشیر الحمدلله زیادتر مراکز صحی ما دارای تعمیر دولتی می باشد و یک تعداد مراکز صحی ما که تعمیر دولتی ندارد او هم همراه وزارت در جریان گذاشته شده. انشالله وعده حل داده شده به فرصت به او مراکز صحی هم تعمیر استاندارد ایجاد می شود و مراکز صحی ما که فعلا دارای تعمیر دولتی می باشد اونها به شکل اساسی ترمیم شد. از لحاظ رنگ مالی و سیستم برق و سیستم آب تمام ترمیمات بسیار به شکل احسن دوجا اجرا شد و پلان آینده ما با ولسوالی هایی که دارای شفاخانه بستردار نمی باشد با اساس مهربانی امیرالمؤمنین حفظه الله در هر ولسوالی که دارای شفاخانه بستردار نمی باشد یک شفاخانه به نام GH دوجا اعمار می شود که دارای 30 بستر می باشد، دارای 4 متخصص می باشد که دارای در اوجا خدمات جراحی عمومی، نسایی ولادی، اطفال و داخله اجرا می شود. در بخش تغذیه در سابق ما خدمات ما تقریبا در 14 مراکز صحی بود که فعلا بعد 22 مراکز صحی ارتقا یافته. در 22 مراکز صحی ما خدمات هر دو نوع خدمات سوی تغذیه داریم که عبارت از خدمات سوی تغذیه متوسط و شدید می باشد. در بخش واکسین هم در سابق ما در 17 مرکز صحی خدمات داشتیم.
فعلا این خدمات صحی به 31 مرکز صحی ارتقا یافته است. در تمام مراکز صحی که دیگر نوع عرضه خدمات می شود، خدمات واکسین هم می شود. با گفته دکتر قطب‌الدین شمس، متخصص جراحی عمومی این شفاخانه تجهیزات مدرن و مکملی در اختیار دارد. در حدود ماهانه اوسط 50 مریضایی که مریضای سلکتیو یعنی انتخابی و مریضای عاجل در اینجا تحت عملیات جراحی قرار میگیره. عملیات خانه ما چیزی که ضرورت است و شک با یک شفاخانه ولایتی تجهیزاتش مکمل است. ماشین انستزی بسیار مجهز داریم که از اطفال شروع تا مریضای مسن ما میتونیم انستزی عمومی بدیم. 2 میز همزمان ما داریم که اجرای عملیات ها همزمان اجرا شود و یک میز عملیات خانه که بیخی نو جدیدا نصب شده مولتی فانکشن است، بسیار مجهز و مدرن است. اینجا که میبینین مقدار وسایلی که داخل عملیات خانه ما داریم در قدم اول سوین پمپ است که برای مریضایی که انستزی طولانی میگیره استفاده میشه و بالون اکسیژن و مانیتور و همچنین ماشین انستزی است که ما در اینجا 2 نوع گاز استفاده میکنیم، سیوفلوران و ایزوفلوران است و تحویل مصنوعی به مریض میتیم و همچنین اینجا ما یک وارمر داریم برای مریضایی که سیزارین سکشن میشه و طفلش تحت مراقبت داخل عملیات خانه تا اینکه مادرش عملیات ختم شه و اینجا میمونه مریض و همچنین برای اطفال سکشن داریم، سکشن مخصوص برای اطفال است و میز ما 2 نوع میز عملیات خانه داریم که این وضعیت‌های مختلفی را میگیره، از جمله وضعیت سوپاین، وضعیت نسایی را به خود میگیره، وضعیت لترال میگیره. اینها تنها یک دستاورد و پیشرفت صحی نیست، بلکه تغییر ژرف در زندگی مردم این حوالی است، جایی که تشخیص دقیق و درمان رایگان و درست سلامت را با واقعیت نزدیک ساخته است.